حالی فرزنداشا باید میفهمی. فقط یک چیز میترسم، هر یک نفری که فرزند داره، هر یک نفری که زندگی خود داره، خداوند فرزند شود مادرش هیچی نشود. میستم یکم وقت فکر میکنم، یکم یک نمی در قشلاق کنم خالی هوی میکنم اوچم نیست، هوی میکنم در اوچد نیست. رفتم خونه در آمدم، در خونه تمام در کلینه مامان بابام اوچم نیست، خونه ندارم. ما تمام نمیدونم در ماشین در خواب میکنم. بعد ایستادم گفتم که روزش میشه آمد در هوی میکنم اوچای من نیست. صد آفرین اون مردکایی که درشون هوی میکنن اوچش نیست. هر مرد معنا را که به اوچگی میکشه. من دیدم من میبینم میدونم برادرایی که مادراشون گذشته که خدا رحمتشون کنه یا که خودم در همین حالت شد. من بعد همون که اوچم دعوینه ده برابر دوست داشتم که هوی کم نیست، گرچه که اوچم در شنبه 150 کیلومتر یک. خداوند همین هر یک برادری که مادرش زنده جان تون نگردم خواهش میکنم به قدر اوچاتون برسید، به قدر پدراتون برسید، به حدی بد به خدا کنه که همون مردکایی که به اوچه ندارن همین ویدیو ما تماشا میکنن، همین خیلی تماشا داره که از اینکه تماشا دارن میگه کاش در جایم غالی باشم. ما بگم که به اوچگی چه خیلی هست.